آیا خلافتی که مورد نظری بعضی ها هست مثلا میتوند که همین اتحادیه امروزی باشد؟ مثلا اون خلافتی که در مورد نظری داعش هست درست است که شاید یک چیز دیگری باشد مثلا به یک شکل، ولی در عموم آیا خلافت میتوند که یک اتحادیه باشد؟ یک اتحادیه میتواند همون به اصطلاح برآورده کننده همون چیزی خلافت خواسته های اون باشد؟ بله، بحث خلافت یا امپراتوری یا اتحاد این بحث خیلی عجیبی هست. مثلا چرا هم نظریه های اوتوپیستی تأسیس خلافت در بین مسلمانان یا تأسیس برقراری امپراتوری در مثلا بین غربی ها همیشه طرفدار دارد و مردم هم زود داده میشن، بخصوص به این ایده ها جامعه های زود داده میشن که در اون ناعدالتی زیاد است، مشکلات اجتماعی اقتصادی زیاد است. شما تصور کنید برای حالا برگردیم به منطقه خودمون آسیای مرکزی که بسیاری ها به این فکری خلافت داده شدن. وقتی که حزب تحریر اندیشه خلافت رو مطرح کرد خیلی طرفدار پیدا کرد، وقتی که داعش اندیشه دولت اسلامی رو مطرح کرد خیلی طرفدار پیدا کرد. حتی وقتی که بعضی از حزب و حرکت‌ها در جنوب خودمون در قسمت افغانستان ایده پیشنهاد کردن که ما تا این منطقه اسلامی مسلمانی رو آزاد خواهیم کرد، سمرقند و بخارا و شهرهای دیگر را، این در سالهای 90 خیلی این موضوع مطرح بود. بسیار از جوانان تاجیک حتی ملت دوستان خودمون هم به این عقیده گفتن خب اگر که بخارا و سمرقند توسط این اندیشه هم آزاد شود بد نیست، ما باید با این همراه شویم. پس معلوم می شود که مردم در جستجوی یک محیطی هستند که در اون آزادانه حرکت کرده توانند، تجارت کرده توانند، رفت و آمد باشد. در مرز یک سرحدبان یا یک کارمند گمرک آنها را اذیت نکند، تفتیش نکند، پاره نگیرد، تحقیر نکند. بالاخره شما تصور کنید یک شهروند تاجیک یا ازبک وقتی از وطنش حرکت میکند میخواهد به روسیه حرکت برود یا به قزاقستان برود، هم مرزبان تاجیک را تحقیر میکند، پاره میگیرد، هم ازبک هم قزاق و تا جایی که باید او برسد. و در تمام این مسیر او خود را تحقیر شده احساس میکند. در وطنش آزادی نیست، جای کار ندارد، در راه اذیت میشود، در جایی که کار میکند بعداً اونجا هم تحقیر میشود. بعد در این حالت دپرسیونی از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، یک نفر میاد با او ایده خلافت را پیشنهاد میکند و میگوید که اگر خلافت اسلامی باشد یا هر خلافت دیگر، اگر شوروی برقرار شود، خلافت کمونیستی، شما دیگر این مرز نخواهد بود، شما گمرک نخواهید داشت، سرحدبان نخواهید داشت، تفتیش پاسپورت نخواهد بود، شما را تحقیر نخواهند کرد، شما از مثلا دوشنبه پرواز میکنید بدون کدام سنجش و تفتیش و تحقیر تا الماتا، تا تاشکند، تا اشخاباد، حتی تا ولادیواستوک. این کسانی که در ارزوی شوروی هستند به خاطر چی در ارزوی شوروی هستند؟ برای که از دوشنبه پرواز میکرد تا کالینینگراد یا تا ولادیواستوک، بلیت ارزان، کسی از او نمیپرسید کجا میره چون وطنش بود. امروز باید که 10 تفتیش رو بگذارد. خب اگر او چپگرا هست، دارای اندیشه‌های کمونیستی است، مارکسیستی است، حتما در آرزوی بازگشت به همون امپراتوری کمونیستی یا خلافت کمونیستی که با نام اتحاد شوروی بود در آرزوی او میافتد. اگر او دیدگاهش مذهبی هست، حتما در فکر تأسیس یک خلافت اسلامی میافتد. مهم برای اون است که این مرزها نباشند، این تحقیر نباشد، این فشارها نباشد. این است که مردم سراغ این گونه اندیشه ها می روند و زود فریفته هم می شوند. خب اگر حاضر حکومتداران امروزه، احزاب سیاسی بیان یک طرح متمدنی آینده رو پیشنهاد کنند که ما برای مثال در آسیای مرکزی حداقل و نمونه اتحاد اروپا که امروز ما و شما حرکت میکنیم هیچ ویزه نیست، 28 کشور آزاد حرکت میکنن، تجارت دارن، دانشگاه میخونند، زندگی عادی دارن. در آسیای مرکزی چه مشکلی هست که این گونه یک فضا ساخته شود که مردم تجارت کنند؟ ازبک‌ها، تاجیک‌ها، قزاق‌ها، قرغیزها، ترکمن‌ها یا هر ملتی که در اونجا زندگی میکنند، کسی آنها را تحقیر نکند، یک جامعه آزاد باشد، دموکراسی باشد. این است نیازی مردم.
اگر هر کسی این نیاز رو برآورده کرد مردم دیگر نمیرن سراغ این ایده های اوتوپیستی چی از طرف دنیوی ها پیشنهاد شود چی از طرف مذهبی ها. مشکل رو باید در اینجا جستجو کرد و نهضت اسلامی تاجیکستان هم شخصا خودی بنده هم و من باور دارم اکثری سیاستمداران آزاد اندیش منطقه از آن جمله کشور ما هم طرفداری ساختن چون یک جامعه و جامعه ها هستند که در آن انسان کرامت داشته باشد، شرافت داشته باشد و اون اتحادی که ما در نظر دارند دیگران با راههای غلط ما و شما باید با راه دموکراتیک، مردم سالاری و با خواست مردم آن را بنیاد کنیم. استاد یک سوال دیگر شاید یک کم شخصی باشد. جدیداً یک نفر به نام صادقشاه حسن شما را در هم متهم میکند که شما حکم قتلش را صادر کرده. و شما چنین انسانی رو بار شنیدید و آیا شما مفتی هم هستید که حکم کنید چنین حکم‌هایی را صادر کنید و در عموم چی آیا در این باره؟ بله به من گفتن که در رسانه‌های داخلی کشور نفری رو پیدا کردن که گویا که این حرفا رو زده است. من انصافا نخوندم خودم ولی به من این رو گفتن چون نفری رو هم نمیشناسم البته و بار اول نامش رو میشناسم. خب ببینید این یکی از اون دروغ‌های شاخداری هست که اصلا باور کردنی نیست ولی من تعجب میکنم چرا اگر دروغ میگن یا دروغ منطقی باشد یا دروغی باشد که یک حداقل چند درصدش واقعیت داشته باشد بعد در زمینه اون چیز رو ببافند ولی وقتی یک انسانی رو نمیشناسی و اونم باز در ترکیه بوده است. من که خودم در جستجوی اینترپول قرار دارم حالا جدا از اینکه مفتی هستم یا قاضی هستم یا رئیس دادگاه بین الملل هستم که حکم یک کس رو صادر میکنم و در این شرایطی که ما هستیم چجوری من حکم قتل یک نفر رو صادر میکردم که فلانی اصلا باور کردنی نیست این چیز. ولی خب دیگر اگر فانتزیای مقامات تاجیکستان تا این حد بالا رفته است خب دیگر کار اون است. من پیشتر هم گفتم که چرا اونها از اسلوب تبلیغاتی زمانی آلمان فاشیستی استفاده کرده ایستادن دیگر از دروغ گفتن ابا نمیکنن، پرهیز ندارن، شرم نمیکنن و تلاش میکنن هر چقدر بیشتر شما دستورم دادن. اتفاقا من خبرهایی داریم از داخل کشور که گروه های جوانی رو آماده کردن از بهترین رو از دانشگاه انتخاب میکنن. اونایی که قلم دارن فکرشون رو بیان کرده میتونن. جوانانی آگاه نیستن خب تازه 20-25 ساله است و اونا رو میارن در دوره‌های مخصوص مغزشویی میکنن. در اون درس‌ها از کبیری از اپوزیسیون یک چهره‌های منفور میتراشن و قصه‌های رو میبافن با اونها. بالاخره انسان از جوان از باور میکند و وقتی یک جوان رو شما دائم میگید که اینها دشمن ملت هستند، اینا خائن هستند و در مبارزه اطلاعاتی علیه اینا دروغ گفتن جایز هست، ماکیاولی این گفته است، فلانی رو اثبات کرده است، دیگر اون جوانی که آینده مثلا میخواد کریر سیاسی داشته باشد، منصب بگیرد یا اگر دنبال منصب هم نباشد حتی یک جوانی وطن دوست هم میتونه در این فریب داده شود وقتی که اون واقعا وطنش و ملتش رو دوست می‌دارد بعد میگن که کبیری دشمن ملت است و اگر این مقاله رو دروغ رو علیه اون نوشتی یک خدمتی در راه ملت کردی اون بنده خدا دیگر میاد و این دروغ‌ها رو می‌نویسد و ما حتی خبر داریم از اون شماره جوانانی که به این کورس‌ها دعوت شدن. کورس‌ها در کجا برگزار میشن؟ کی آنها را مدیریت میکند؟ کدام نهاد؟ ولی این را حالا امید داریم چرا این را آشکار نمیکنیم به نام و به عکس و به دیگراش؟ برای اینکه امید داریم که این روند دیوانگی این مرحله دیوانگی هر چه زودتر تمام خواهد شد. حالا اون جوان یا اون نفر زن دارد، خانواده دارد، بالاخره شکستن یک شخصیتی که حالا تازه در راه وارد شده است خوب نیست. حتی این نفران هم فرستادن در روسیه و در اروپا و در همه جا هستن اینا و تاجیکستان هم بالاخره دولت بسیار کوچک است و همه چیز رو نمیشه پنهان کرد، همه بایدگر ارتباط دارن. من حالا نمیدونم که این مرحله دیوانگی تبلیغاتی در تاجیکستان چقدر دوام خواهد کرد ولی اینم بگویم که خیلی و خیلی ضرر خودشون انجام خواهد شد و بالاخره اون خودشون هم یک دروغگو در جامعه معرفی خواهند کرد. این دروغایی که اخیراً پخش کردن حالا مثلا میگن 6 نفر از اعضای حزب رو در
اروپا اینترپل حبس و استرداد کرده است. این 6 نفر کی هست؟ نام و فامیلشون چی هست؟ در کجا بازداشت شدن؟ ما هرچند تحقیق کردیم کسی نیست و اصلا خودشون اگر یک نفر می بود حتما این اسم رو اعلان میکردن، ولی تا این درجه هم حتی فکر نمیکنن که خود رو مثلا یک مقامی بلندپایه یا دروغ میگن. متاسفانه دروغ جزئی از روش سیاسی، فرهنگ سیاسی در بین اونا شده است که دیگر از اون پرهیز نمیکنن، شرم هم نمیدارن و حداقل ما باید از این طرف یک کمی در فکر ملت باشیم و زیاد وارد این بحث‌ها هم نشویم، چون اونا اگر ما رو تروریست میخوانن، اونا میخوان ما رو آدم کش نشان بدین، حکم فلان رو صادر کنن، اگر ما با همین اسلوب جواب بدیم، خب من در یک جای دیگر هم گفته بودم که شما تصور کنید که نصف جهان به حرف حکومت امروزه تاجیکستان باور کرد که ما تروریست هستیم. یعنی اپوزیسیون تاجیکستان اپوزیسیون تروریستی، یک گروه تروریستی و اکستریمیستی است. نصف دیگر جهان به حرف ما باور کرد که حکومت تاجیکستان یک حکومت دزد و قلاب و جنایتکار هست. خب تصور عالم درباره تاجیکستان چی میشه؟ یک حکومت دزد و قلاب و آدمکش و جنایتکار که با زور سلاح سر قدرت اومده است، اپوزیسیونش رو از کشور بیرون کرد و یک اپوزیسیون تروریستی و اکستریمیستی دارد که اونا دیگر کارشون فقط کشتن و تبادلات اینا است. پس این ملت چی ملت است که حکومتش به این شکل، اپوزیسیونش به این شکل؟ یعنی هم حکومت و هم اپوزیسیون عملا داره چهره ملت رو سیاه میکنیم. حالا ما که به خاطر دفاع از خود این حرفا رو میزنیم، ولی حکومت چی مشکل دارد که این همه دروغ رو میگوید؟ حکومت دارد، قدرت دارد، ارتش دارد، در وطن زندگی کرده ایستادن، بچه‌های ما و دوستای ما رو زندانی هم کرده است، ما رو از خانه و در محروم کرده است، مال رو مصادره کرده است و باز میگوید که شما ساکت باشید. ما میکشیم، غارت میکنیم، تجاوز میکنیم، حبس میکنیم، ولی شما حق ندارید صدا بلند کنید، برای آزادی دوستانتون تلاش کنید یا برای دفاع از مال و جانتون دفاع کنید. این اصلا شدنی که نیست. تا اون روزی که شما ظلم میکنید، من علیه این ظلم مبارزه رو دوام خواهم داد. شما قطع کنید، شما بس کنید که ما اینجا دست برداریم، ولی اگر اونا که قطع نکردن، بس نکردن، ما وظیفه ایمانیمون است، وظیفه جانی هست. پس ملت در یک گرداب افتاده است که این گرداب رو حکومت راه اندازی کرد، خودش هم در این گرداب فرو خواهد رفت، ولی وظیفه ما و شما و دیگر آگاهان ملت این است که ملت رو در این گرداب وارد نکنیم و هر چقدر که میتونیم ملت رو بیرون بکشیم و اگر توانستیم خودمون هم از این گرداب در کنار باشیم. چگونه که گفته استاد، این رد و بدل هایی که در چند مدت اخیر بین حکومت و مخالفین صورت میگیرد، معمولا جز نفرت پراکنی، نفرت انگیزی بین ملت، بین نیروهای مختلف، بین قشرها، بین نسلها دیگر چیزی نیست. و فکر میکنید این نفرت پراکنی، این نفرتی که به وجود آمده است و دارد روز به روز بیشتر می شود، جامعه ما رو به کجا میبرد؟ این نفرت جامعه رو به کجا میبرد بالاخره؟ ببینید، من احساس شخصی هم این است که حکومت امروزه تاجیکستان به خصوص بعضی افراد در یک مرحله رسیدن، مرحله این رو میشد جنون سیاسی نامید. شما اگر برای سراغ تاریخ شخصیت‌های مثل اینو در تاریخ دولتداری، حالا ما در روایت‌های دینی فرعون رو داریم و نمرود رو داریم، ولی جدا از روایت‌های دینی بیاد و تاریخ علمی نگاه کنیم که نفران دیگر مثل اینها که در حاکمیت بودن بعد در یک مرحله میرسن که بالاخره انسان احساس ضعفی جسم میکند، سین و سال میرود، پتانسیل فکری تمام میشود، ولی اونا در قدرت بودن میخواهند، توانی در ادامه حاکمیت رو ندارند شخصا، ولی در قدرت بودن میخواهند و با همون شکوه و شهامت و صلابت. خب اینا شروع میکنن به انتقام گیری از کسانی که امکان دارد میتوانند از اونا بهتر و خوبتر جامعه رو مدیریت کنند و در اون یک حس انتقام با وجود میاد. وگرنه فرعون به این درجه فرعون نمیشد اگر احساسی ضعف از داخل نمیکرد، احساسی ترس نمیداشت در مقابل حالا حضرت موسی، در مقابل حضرت یوسف برای مثال.
و این تاریخ این دیکتاتورها همین است، تاریخ رهبران خودکامه همین است. و من فکر میکنم که ریشه مشکلات امروزه جامعه ما و تنها جامعه ما نه، ببینید در کشورهای همسایه هم همین است. ببینید قذافی چیکار کرد، یا همین نفری که در زیمبابوه الان از قدرت رفت بالاخره، پیشوای ملت زیمبابوه، مردم سجدهش میکردن، مردم میآمدن و از او میگفتن اصلا هیچ کس حق نداره در بر ضد این فکر کند. ولی یک گروه از نخبگانی هم حزب و ارتش اینا اومدن گفتن خب این کو خب دیگر پیرمرد شده است، حالا دیوانه شده است، میخواد تا دمی مردن در قدرت باشد، ولی با این گرداب، با این فلجی که خودش شخصا گرفتار شده است ملت رو میکشاند. خب ما کجا هستیم؟ پس باید واردی کار شد، وگرنه همون تجربه تلخ لیبی هم در اونجا میتونست تکرار شود. و چرا مثلا در لیبی این اتفاق افتاد که هم بر ضرر مردم بود هم بر ضرر دولتداری بود. وقتی با قذافی میگفتن که تمام شد دیگر خودت نمیتونی رهبر این جامعه باشی، پتانسیل یک انسان همین قدر است، جا رو برای دیگران خالی کن. میگفت نه اینا یک گروه وطن فروش هستند، دزد هستند. حتی همون عباره با زبان عربی که میگفت معروف است، کسی عربی رو میداند که اینها میگفت یک گروه کرموشا هستند که در همون تخخانه ها من اینها رو نابود خواهم کرد. اتفاقا خودش هم در همون تخخانه مثل یک کرموش متاسفانه خیلی با خشونت کشته شد که این البته یک فاجعه بود، ولی این نتیجه محصول کارهای خودش است. او چی کار میکرد؟ تمام اندیشمندان لیبی رو، اونایی که من میشناختم از دوستان خیلی خوب، از فرهنگیان، از اندیشمندان لیبی که در خارج بودن ما صحبت میکردیم، اینا رو همه رو بیرون کرد، چه دینی چه دنیوی. اصلا قذافی هیچ کس رو تحمل نمیکرد، یک چهره معروف رو. اگر دیکتاتور تلویزیون لیبیا در بازی فوتبال تیم ملی لیبیا اگر نام فوتبال بازی معروف رو میگرفت، فردا این دیکتاتور از میدان میراندن. قذافی میگه شما رقمش رو بگو. برای مثال ضربه رو رقمی 10 زد و بازی بعدی این مایکه رقمی 10 رو به یک فوتبال باز دیگر میپوشاند و هیچگاه یگان لیبیایی نمیدونست که بهترین فوتبال باز کشورش، بهترین سراینده، بهترین متفکر کشور کی است. در اینجا باید فقط یک قذافی باشد، هم شخص معروف، هم دلسوز، پیشوا، اگرونومی رو میفهمد، طب رو میداند، دین رو خوب میفهمد. در همه مسائل شخص اول قذافی باید باشد. دیگر یک توده مردم، عامه مردم که اینا باید زندگی کنند و کار کنند. و نهایت کارش همین شد که گریبانش به دست همین توده افتاد و همین توده کاری او را تمام کرد. اگر در این وسط اندیشمندان می بودن، شخصانی که در جامعه تاثیر دارند، این توده رو میتونستن آرام کنند، حداقل جان خودی همین قذافی رو از دست این توده خشین و به غضب آمده که خودش تربیت کرده بود رها کنند. مثل که رهبران نهضت اسلامی تونس جان بن علی رو از دست مردمی به غضب آمده تونس رها کردند. مثل که رهبران اخوان المسلمین و دیگر نیروهای دینی و دنیوی مصر جان حسنی مبارک را از دست مردمی به خشم آمده مصر رها کردند. حداقل در اونجا اپوزیسیون معتدل وجود داشت که این نقش بالانس یا ترازو رو در اونجا بازید. اما در لیبیا این نبود. در زیمبابوه هم خوب شد که از خود حزب حاکم و از خود ارتش نفران ملت دوست و گنرال های جسور با وجود آمدن که پیش رو این فلجشوی ملی رو بگیرن. چون فلجشوی یک شخص بیماریش، جنون سیاسیش یا خودخواهی شخصیش میتواند باعث فلجشوی ملت و کشور شود. متاسفانه ما حالا نمیدونم، من گفتنی نیستم که باید در جامعه ما هم این گونه گنرال ها پیدا شوند و فردا عیناً همین کار را کنند که اصلا بعید است، چون ما اصلا گنرالی واقعی نداریم. اینقدر گنرال های اصلی ملی رو یا زندانی کردن یا کشتن یا از به نفقه گسیل کردن. نداریم گنرالی که ملت دوست باشد، اندیشه ملی داشته باشد. یک گروه آدم رو آوردن، پگان دادند، سرهنگ کردند و گنرال کردند. اینا فقط وظیفه‌شون خدمت کردن است، نه به ملت بلکه به یک شخص. ولی حکومت امروزه خیلی اشتباه میکند، اصلا جنایت میکند وقتی که جامعه رو طرز راه اندازی میکند، میسازد که یک پیشوا هست
با یک توده مردم. این توده که امروز قرصک میزند فردا تبدیل میشد به همون کسانی که گریبان این پیشوا رو خواهند گرفت. بهوده نگفتن که حالا یادم نیست که این چرچیل گفت یا کسی از شخصیت‌های غربی میگفت که همون توده‌ای که هنگام تاج شاهی رو بر سرت گذاشتن قرصک میزدن، هنگام حلقه دار رو به گردنت آویختن باز اونها هم قرصک خواهند زد. و تقدیر اکثر دیکتاتورها در مناسبت با مردمشون همین است. تشکر میکنیم استاد. باز در صحبت‌های آینده موضوعی رو بیشتر مطرح خواهیم کرد.